الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الفاضل أبو محمد المدني، أخي الكريم، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل حفظكم الله، شيخ أبو عمر صلاح الدین، الله شما را حفظ بکند و به شما برکت بدهد و جزاکم الله خیر که به این صفحه مبارکه ما هم فرصت دادید که همراهی برادرها باشیم و البته این فضل الله سبحانه و تعالی است. برادر شیخ عزیز، بارک الله فیکم. شیخ الحمد لله، لطفی مرحمت الله سبحانه و تعالی است. ما قبلا شما هم زنگ زدید، ما داشتم صحبت میکردم. اما جوانایی که در اوایل اسلام بودن مثل مصعب بن عمیر، ارقم بن الارقم، مثل عبدالله بن زبیر، مثل عمر بن الخطاب و دیگر جوانا و دیگر رزمندگان اسلام، سبحان الله، جانهای شیرین خود را به خاطر دین مبین اسلام قربان کردند. جانهای شیرین خود سبحان الله در راه الله سبحانه و تعالی قربان کردن و امروز الحمدلله ما من حیث یک مسلمان با عزت و با آبرو در این دنیا زندگی خود به سر میبریم. راجع به من صحبتی داشتم، انشاءالله ما از شما میشنویم، یک صحبتی داشته باشین، تقویه ایمانم شوه و جوانانم تشویق شوه، انشاءالله بهتر میشه. مهربانی شخصی. بارك الله فيكم شيخ عزيز. أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا شیخ بزرگوار ابو عمر صلاح الدین و دیگر برادران اهل توحید و خواهرانی که اینجا حضور دارند، الله سبحانه و تعالی به همه شما برکت بدهد و توفیق فهم صحیح و درست اسلام و کلمه توحید را به هر یک ما و شما نصیب بگرداند. بارک الله فیکم. در حقیقت اولا به شیخ بزرگوار ابو عمر سپاسگزاری میکنیم که در بین برادران ما، در بین برادران فارسی زبان و بالخصوص در بین برادران افغانستان همیشه کوشش میکنند و درس های را شب و روز میبینیم که به شما حلقات درسی میگذارانند و در بیان حق و در بیان توحید الحمدلله سهم خود را گذاشته ایستادند و این جای سپاسگزاری است و جای تشکر کردن است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: من لم یشکر الناس لم یشکر الله. کسی که یک انسانی که خوبی میکند او را قدر شناسی نکند، سپاسگزاری نکند، الله سبحانه و تعالی را نیز نمیتواند که سپاسگزار باشد. پس این چنین علما و طالب علمان را الله سبحانه و تعالی حفظ بکند و زیادشان بکند و در بین امت اسلام الله سبحانه و تعالی نصرتشان بدهد و درسهایشان تا که زیاد باشد و بارک الله فیکم تعلیم خیر را به مردم برسانند. اما من میخوام در این فرصت مناسب به برادرانم و خواهران موحدم برسانم که اصل و اساسی که الله سبحانه و تعالی به خاطر اون ما و شما را خلق نموده است، این توحید است. توحید است که مسلمان از کافر جدا می شود.
توحید است که انسان به جنت می رود یا به ترکش به جهنم می رود. توحید است که طبقه های انسان در جنت از همدیگر فرق می کند و توحید است که به خاطرش الولاء والبراء الله سبحانه و تعالی گذاشته است. الولاء دوست داشتن و البراء بد دیدن و پرهیز کردن و اجتناب نمودن. همه این عالم به خاطر توحید خلق شده است، نه مثل صوفی های قبوری که میگویند عالم به خاطر محمد صلی الله علیه و سلم خلق شده، از نورش خلق شده. این همه خرافات نه، بلکه به خاطر توحید، به خاطر تحقیق توحید و به خاطر عمل نمودن و به وجود آوردن توحید خلق شده است. و من و شما هم، انسان ها همه به خاطر توحید خلق شده ایم. مقصد آفرینش من و شما نیست انمین توحید است که الله سبحانه و تعالی خودش خبر داده، آشکار و واضح میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من خلق نکرده ام انسان ها و جن ها را مگرم به خاطر عبادت، اگر ترجمه تحت لفظی بکنیم. اما اینجا صحابه تفسیر کردند یعبدون ای یوحدون. ابن عباس رضی الله عنهما گفتند یعبدونی که در قرآن آمده است کلمه عبادت یا کلمه ایمان عادتا به توحید تفسیر کرده می شود. یعبدون ای یوحدون، شما خلق شده اید به خاطر اینکه توحید را تحقیق نمایید. تحقیق نمودن به وجود آوردن. از همین جهت علما میگویند توحید به دو قسم است: توحید علمی و نظری. توحیدی که شما فکر خود را مطابق توحید میکنید، فکرا و علما و نظرا. نظر شما نسبت الله، نظر شما نسبت رسول الله، نسبت ملائکه و روز آخرت و تقدیر و اسما و صفات، نظر شما نسبت حکم الله سبحانه و تعالی و روز آخرت و جنت و دوزخ. این همه توحید نظری هست که باید همه این علم ها و همه این معلومات ها موافق توحید باشد. و در قسم دوم گفتن توحید علم، این عملی است. توحید عملی است، یعنی وقتی که عبادت میکنید یگانه الله را عبادت میکنید، وقتی که توکل میکنید یگانه به الله توکل میکنید و یگانه الله را از همه چیز زیادتر دوست میدارید و یگانه از الله میترسید. و این عملهای قلبی هست. و عملهای جسمی شما یگانه به الله عبادتی سجده و رکوع و سرخم کردن و قائم شدن و راست ایستادن و یگانه به حکم الله حکم کردن و از حکم غیر الله دوری و کفر ورزیدن به حکم غیر الله و یگانه مراجعت کردن به محکمه های شرعی و براءت جستن از محکمه های طاغوتی. و بالاخره عبادت قولی شما، قلبی شما و جسمی شما همه باید یگانه به الله باشد. و یکی از عبادت هایی که عبادت های زبانی است و اعتقادی است. قلب ما هم به دو قسم تقسیم می شود: قول قلب، سخن قلب، اعتقاد علم و عمل قلب. و یکی از عبادت های بزرگی که اسلام بدون این به وجود نمی آید، این اصل الدین و قاعده دین است. این چی است؟ براءت از شرک و مشرکین است. این اصل دین و قاعده اش است. خیلی که شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله یک رساله کوچکی را نوشته اند به همین نام که اصل الدین و قاعدته امران. اصل دین و قاعده دین دو چیز است. اولینش التوحید و اهمیت دادن به توحید، دعوت کردن به توحید و تکفیر من ترکه و تکفیر کردن کسی که توحید را ترک میکند. این قاعده اول است. قاعده دوم ترک شرک، ترک الشرک و تغلیظ فیه، ترک کردن شرک و سختگیری کردن در بالای شرک. و بعد از این چی میگن؟ و براءت از شرک و تکفیر من فعله و تکفیر کسی که این را انجام میدهد. یکی از عبادت های بزرگی که الله سبحانه و تعالی من و شما را مکلف کرده که باید این عبادت را به خاطر الله سبحانه و تعالی انجام بدهیم، این چی است؟
براءت از شرک است و براءت از مشرکین است. این ملت ابراهیم است، این ملت همه رسولان است و این مختصری دعوت همه انبیاء الرسول است. بارک الله فیکم. پس کسانی یافت می شوند که عبادت را انجام می دهند، توحیدی عملی را، اما در توحیدی اعتقادی و عملی به مانند ترک شرک را هم ترک می کنند، اما براءت از مشرکین ندارند. از همین جهت از شیخ سلیمان السحمان سوال کرده شد که کسانی هستند که میگویند من نماز میخوانم، روزه را میدارم و این چنین حج و دیگر زکات و عملها را انجام میدهم و همراه مشرکین نیستم، از مشرکین هم جدا میشوم، اما مشرکین را تکفیر نمیکنم. جواب دادند که البته لا اله الا اللهش برای او فایده ندارد. یعنی این هم یکی از عبادت است. پس همین است مقصد حیات من و شما. مختصرا میگن تحقیق التوحید. روایتی که امام مسلم رحمه الله میکنند از ابو بلتعه رضی الله عنه روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هر کسی که لا اله الا الله را بگوید، فقط تلفظ. چرا فقط تلفظ آمد؟ زیرا که این به اهل عرب است. اهل عرب وقتی که تلفظ کردند معنای لا اله الا الله را فهمیدند. هر کسی که غیر عرب عجم هست باید معنای لا اله الا الله را فهمد و نطق بکند. نطق با همراهی فهم. نطقی که فهم ندارد فایده ندارد، فهمی که نطق ندارد هم فایده ندارد. این به اجماع سلف است که کسی که قادر است و نطق لا اله الا الله نکند او مسلمان نیست، و کسی که لا اله الا الله را نطق بکند در حالتی که معنیش را نمیفهمد که لا چی معنی دارد، اله چی معنی دارد، الا الله چی معنی دارد، نمیدارد. مثل یک کلمه انگلیسی یا کلمه روسی مثلا که یک فارس میگوید اما هیچ چی نمیفهمد از این معنای کلمه، پس این برای او فایده ندارد. پس کسی که لا اله الا الله بگوید و معنیش را فهمد و بعد از این کفر بر طاغوت ورزد، انا همین است که مالش و جانش حرام است. یعنی به این اعتدا کرده نمیشه، به این ظلم و یک چیزی دیگری کرده نمیشه. بالاخره انا همین توحید اگر به خاطرش من و شما خلق شده باشیم، پس ما باید تعلیم بگیریم، پس ما باید در بالای این تحقیق نماییم، پس باید دعوتگران به سوی توحید دعوت بکنند، پس باید بحث و مناظره در بالای توحید باشد، پس باید سؤال ما و شما از علما در بالای توحید باشد، رکنهای توحید باشد که این کفر بالطاغوت است و الولاء و البراء است و از غیر است. و من مختصرا میخواهم کلمه لا اله الا الله را در همین جا بگویم که لا اله یعنی الا الله، این دو یک کلمه که کلمه التوحید هم گفته میشه، نامش کلمه التوحید است. این جمله هست اما معروف در سنت کلمه است. لا اله الا الله کلمه گفته میشه، نامش رو میگن کلمه التوحید، کلمه الاخلاص، کلمه الحق، کلمه عروه الوثقى، کلمه التقوى، کلمه الطیبه، کلمه الشهاده. همه این نام ها نامی انا همین کلمه کوچک است که لا اله الا الله است، که من و شما، آسمان و زمین، آفتاب و مهتاب، جن و دیگه همه آن چیزی که در بین زمین ها و آسمان است، تمام رسولان و انبیا و تمام کتب به خاطر بیان همین کلمه نازل شده است. و همین کلمه دو رکن دارد. رکن یعنی چیزی مهمترینی که از خود کلمه هست و بدون به وجود آمدن رکن لا اله الا الله توحید به وجود نمی آید. لا اله الا الله گفتنش کافی نیست، باید رکنش به جا بیاید. بعد از فهمیدن معنایش یعنی لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. حرف لا، این اخوات یا خواهرای در زبان عربی در علم نحو، لا از حرفای این است، این ان کان لکن لیت لعل لا. حرف لا وقتی که اومد بعد از این باید دو اسم به وجود آید، اسم اول فتحه و اسم دوم بارک الله فیکم رفع
ضمه باید بگیرد. لا اله آمد اما اسم دوم نیست، اسم اول است اسم دوم نیست. لا اله الحق، اسم دومش حق است، ضمیر مستتر است. پس گفته میشد که نیست اله، اله یعنی معبود، نیست معبودی بر حق بجز الله. وقتی که شما لا اله گفتید اول انکار کردید، اول کفر به طاغوت است. از همین جهت علما میگن که کفر به طاغوت اولین فرضی عینی که باید هر یک مسلمان به وجود دارد، اولین رکنی که باید هر یک موحد به وجود دارد. کسی که الله را اثبات میکند، الله را ایمان میآورد و تصدیق میکند اما کفر به طاغوت ندارد، پس ایمان آورده اش به الله سبحانه و تعالی به او فایده نمیده. از همین جهت که در سوره بقره آیه 256 الله سبحانه و تعالی اول کفر به طاغوت را ذکر کرده. این اولین قسم لا اله الا الله کفر به طاغوت است. رکن اول لا اله الا الله لا اله الحق، انا همین نفی است. نفی یعنی انکار، یعنی کفر به طاغوت. همون آیتی که الله در سوره بقره 256 گفت فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى. هر کسی که کفر ورزید به طاغوت و ایمان آورد به الله به تحقیق چنگ زده است به عروة الوثقى، یعنی به لا اله الا الله. کدام وقت لا اله الا الله گفته من و شما صحیح میگردد؟ همون وقتی که اول کفر بر طاغوت را تحقیق بکنیم، به این معنا که کفر بر طاغوت ورزیم و ایمان به الله بیاریم. خود ایمان به الله کافی نیست. چگونه که امروز میبینیم که زیادی انسانهایی که خود را از امت اسلام میدانند، لا اله الا الله محمد رسول الله و عملهای احکام ظاهری را انجام میدهند، در حقیقت ایمان به الله به گفت خودشان دارند، الله را تصدیق میکنند. مثل که ابو جهل تصدیق میکرد، اینها هم تصدیق میکنند که الله خالق است و رازق است و مدبر است، حاکم است. اما اینها معبود بودن الله را نفهمیدند و بعد از این کفر، اساس مشکلی اینها این است که کفر به طاغوت نورزیدند و مانند مشرکینی که خود را به امت اسلام نسبت میدهند، یا هر مشرکی که خود را به امت پیامبرش نسبت میدهد. پس همین است که رکن اولی لا اله الا الله برادران و خواهران موحدم این چی است؟ این کفر به طاغوت است و کفر به طاغوت به وجود نمی آید مگرم با براءت از شرک و مشرکین، و براءت به وجود نمی آید مگرم با تکفیر مشرکین. و همین است ملت ابراهیم، همین است ملت ابراهیم. سوره ممتحنه آیه 4 رو نظر میکنیم که الله سبحانه و تعالی چی میگوید؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. همانا که ای مردم، الگوی شما، نمونه شما، کسی که باید شما به اون اقتدا نمایید و او را امام خود بگیرید و پیرویش بکنید، این ابراهیم است. به شما ای امت اسلام، ابراهیم امام شما است در مسئله تحقیق توحید. حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم را الله امر کرد فتبع ملت ابراهیم حنیفا، پیروی نما به ملت ابراهیم که حنیف است. حنیف یعنی ترک الکفر و شرک بالقصد، کفر و شرک را دیده و دانسته ترک میکنید، با علم موحدید و با علم از کفر شرک دور شدید. چه که ابن کثیر رحمه الله در زیر تفسیرش بیان میکرد در قرآن عظیم در تفسیر سوره ممتحنه 4. و بالعموم ملت ابراهیم چی است؟ ملت ابراهیم این است که براءت از کفار و مشرکین است و براءت از شرک است. اولا ببینید ملت ابراهیم اول از شرک نه، اول از مشرکین براءت کرد. پس براءت بدون تکفیر آیا به وجود می آید؟ نه. از همین جهت در همین آیت سوره ممتحنه آیت 4 دو جای هست که مشرکین تکفیر میشن. اولا این براء منکم، ما براءت میکنیم از شما ای مشرکین، این تکفیر است. و جای قسم دومش کفرنا بکم،
ما به شما کفر ورزیدیم، یعنی ما شما رو تکفیر میکنیم. این قسم دوم است. و بین ما و شما ای مشرکین، مشرکینی که شما اصلی هستید یا که منتسب هستید، عداوت و دشمنی ظاهر است. بدا ای ظهر، ظاهر شد. از همین وقت دشمنی و عداوت و بدبینی بین ما مؤمنین و بین شما مشرکین تا همان روزی که شما ایمان بیاورید. ایمان نآوردید شما برادر ما نیستید. ایمان نآوردید شما مشرکین هستید. شما مخالفی لا اله الا الله هستید. پس همین است ملت ابراهیم علیه السلام که چی است؟ براءت از شرک و براءت از مشرکین. و هیچ کسی از آدم علیه السلام تا امروز هیچ کسی نگفته که کسی که به شرک اکبر واقع می شود او در منهج صحیح موافق لا اله الا الله باشد. و بعد از ابراهیم هیچ کسی نگفته که او در ملت ابراهیم است. در ملت ابراهیم بودن شرط اولش ترک شرک است و شرط دومش این براءت از مشرکین است. ترک شرک هم این کافی نیست. مشرکین باید شرک را ترک بکنند و بعد از این باید مشرکین را هم تکفیر بکنند. و بالاخره بارک الله فیکم، اینجا صحبت خود را کمی مختصر میکنم، شاید وقت شما را طولانی نگیرم، اما رکن اول همین کفر بالطاغوت است و براءت است و براءت بدون تکفیر وجود میاد. و رکن دوم ایمان به الله است و بعد از این 7 شرط و صحت و دیگر چیزها رو داره. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا، احسن الجزاء اخی الکریم ابو محمد المدنی. الله عز و جل در علم شما ضیافت بیار. الله سبحانه و تعالی اجری دنیا و آخرت را برای شما نصیب بگردانه. الحمدلله. بسیار صحبت خیلی زیبایی کردید. جزاک الله خیرا، احسن الجزاء. برادر بزرگوار یوسف، برادر محترم، خوش آمد. انشالله که دارای صحت باشین. انشالله برادرها که سوالی داشته باشن شیخ صاحب انشالله در خدمت شما خواهد بود. برادر محترم یوسف هستین؟ برادر بزرگوار یوسف برادر، مایکتان را باز بکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اهلا و سهلا. اهلا و سهلا برادر اخو حسین جان، جور بخیر. الحمدلله. السلام علیکم شیخنا ابو محمد المدنی. الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ حفظت کنه، علم ضیافت کنه. آمین. امین. خود خوب هستی استاد ابو عمر؟ الحمدلله. احسان الله عز و جل. خودت چطور هستی؟ با زندگی کشمکشای زندگی میگذره انشالله؟ الحمدلله. کجاست که زنگ میزنیم گم هستی در روزا؟ ما می شمارم تغییر کرده انشالله باز برات ما یادم میره برای چیز بکنیم انشالله. شیخ صاحب بس سوالای دینی اگر داشته باشه انشالله از علم از اینا مستفید شیم باذن الله. فردا یادتان دادم که 8 بجه باز ما کنفرانس داریم باذن الله. 8 بجه با وقتی ما میشه و 7 بجه با وقت شما میشه. خب مفهوم روز است؟ نه شب است. یاد نره که در کنفرانس اشتراک بکنین در علاقات درسی انشالله. بعدن سوالاتی که داشته باشین انشالله شیخ صاحب در خدمت است. خب ماشاءالله. اما گفتم که مناظره که مبشر مسلمیان کزوم است یا بدون ازوز؟ نه علاقات درسی است انشالله. راجع به عذر بگید انشالله. کسا دوستا که سوال داشته باشن میتونن بیان. سوال دارم بس چند خبات کمک کنم بس انشالله. شیخ صاحب مدني عندي سؤال. ما دينكم؟ حياكم الله. ديننا الإسلام يا شيخنا، بارك الله فيك. ما معنى الإسلام؟ الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة وبراءة من الشرك وأهله. جزاكم الله خيرا. امیر ان شاء الله کوتاه توضیح بدین که دوستا میره بشنوه. بارك الله فيكم. شیخ فضیلت الشیخ ابو عمر سوال کردن که دین شما چیست؟ بله، دین هر یک کسی که میگه که من مسلمانم دینش اسلام است. چه که الله سبحانه و تعالی خودش خبر داده که میگه و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلا یقبل منه. و در آیت دیگر میگه این الدین عند الله الاسلام. دین نزد الله اسلام است. اسلام چیست؟
همون دینی که ما میگیم که من مسلمانم، یعنی من در دین اسلامم و مسلمانم. اسلام این تسلیم شدن به الله سبحانه و تعالی در توحیدش. و توحید الله سبحانه و تعالی در نزد سلف دو بود: توحید معرفت و الاثبات و تعریف توحید الطلب و القصد. اما بعد از این که جهمی ها به وجود آمدند، آذری ها از جاحظ و سمامه و اینها به وجود آمدند، بشر المریسی، جهم ابن صفوان، جعد ابن درهم، و در باب اسما و صفات گمراهی را به وجود آوردند و جهل را به وجود آوردند. بارک الله فیکم. علما توحید را گفتند سه قسم است: توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات. همین توحید اسما و صفات هم از درون توحید ربوبیت گرفتند، زیرا که توحید ربوبیت به خود 7 رکن دارد و یکی از رکن‌های توحید ربوبیت همین اسما و صفات است: فعل‌های الله و صفات‌های الله و اسماء الله سبحانه و تعالی. و این چنین از همون 7 رکن توحید ربوبیت، تشریع، حکم، تحاکم، اطاعت، انقیاد، این همه از توحید است، از توحید ربوبیت است که امروز در این شرک، این شرک زمانه است، شرک حکم و شرک تحاکم و غیره. و بالاخره ما باید تسلیم شویم در تمام نمود توحید به الله سبحانه و تعالی، یعنی الله سبحانه و تعالی را از همه جانب یگانه پنداریم، یگانه بشناسیم. و بعد از این و انقیاد له بالطاعه، و پابرجا باشیم، پایبندی اطاعت کردن حکم ها و فرمان های الله باشیم سبحانه و تعالی. همیشه پایبند باشیم. ما تنفس نداریم، یعنی اینچنین نیست که در بین عمل کردن یک کمی مثلا یک هفته نیم هفته دم بگیریم و اینجوری نیست. حتما همیشه فعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا وقتی مرگ ما باید الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنیم و پایبندی البته که فرمایش الله و رسولش صلی الله علیه و سلم باشیم. و بعد از این در دوامش میگن و انقیاد له بالطاعه و براءة من الشرک و اهله. اسلام همان وقت به وجود می آید و انسان مسلمان می شود که بعد از تسلیم شدن به توحید و پایبند بودن به عمل باید براءت جوید از شرک. هر شرکی که هست باید از همون براءت بکند. براءت یعنی از همون دوری بجوید، بیزاری خود را اعلان بکند و ترکش بکند و بغض و عداوت نسبت این شرک داشته باشد. و بعد از این از اهل شرک، من الشرک و اهله، و از اهل شرک هم براءت بکند. براءت بدون تکفیر به وجود نمی آید. خوب دقت بدید. پس از این بارک الله فیکم، علمای اهل سنت و الجماعت میگویند که اسلام بدون این 4 پایه به وجود نمی آید. هر کسی که میگوید که من مسلمان هستم باید همین 4 رکن را، 4 رکن ما این را میگیم با زبان فارسی 4 ستون یا 4 پایه اساسی توحید، یا که 4 پایه اساسی اسلام که در اولی به اسلام در آمدن، پایه اول و قدم اولی که انسان از کفر و شرک به اسلام میخواد که داخل بشود، انا همین 4 چیز رو باید به وجود بیاره: تسلیم شدن به توحید و انقیاد کردن به عمل و براءت جستن از مشرکین و از شرک، یا از شرک و از مشرکین. اما در همین 4 پایه ببینید که طائفه های گوناگون برآمده اند و مخالف منهج حق، مخالف طائفه منصوره، مخالف اهل سنت و الجماعت و منهج سلف صالح هستند. تسلیم شدن در توحید ببینید جهمی ها، اشعری ها، ماتریدی ها در باب اسما و صفات تسلیم به توحید اسما و صفات نشدند. اول تشبیه کردند و بالاخره بعد از این تعطیل کردند و اینها معطله شدند. و قسم از اهل بدعت مرجئه الغلات آمدند در باب توحید، اینها بالاخره باز توحید حاکمیت و توحید تحاکم و توحید اراده و قصد را اینچنین انکار کردند، یا که این مسائل را گفتند از توحید اصلی نیست و بالاخره شرک را در این باب انکار کردند. کسی که به حکم غیر الله حکم کند این را گفتند نه این مشرک نیست و این ولی الامر است. اینها مداخله و مرجئه های زمانه عصر ما هستند و این چنین حزبی ها، هر حزبی که به نام اسلام امروز وجود دارد انا همین مشکلی را دارند. اینها تسلیم 100% در بالای توحید نکردند. و این چنین فرقه های باطلی که خارج از اسلام است، به مانند رافضه های مرتدین و یا قبوری ها،
اینها اصلا تسلیم به توحید نشدند و اسلامی که اینها دعوا میکنند پایه اول و ریشه اول رو به وجود نآوردند. از همین جهت اینها رو علما قسمی از این طایفه ها را حکمی تکفیر مطلق دادند و قسم دیگر را البته اشعری و ماتریدی را تفصیل کردند. و بعد از این نظر میکنیم به قسم دوم که انقیاد له بالطاعه است، عمل کردن رو. در باب عمل کردن هم البته کسایی که خود را به اسلام نسبت میدهند گمراه شدند، طایفه غلو کردند و خوارج شدند و طایفه جفات شدند و مرجعه فقها یا که مرجعه الغلاة شدند. مرجعه الفقها که مذهب ابو حنیفه است رحمهم الله، یگان نفر از سلف این امت تکفیرشون نکردند، گفتند خطا کردند، مبتدع هستند در همین باب، زیرا که اینها گفتند عمل از ایمان نیست، اما کسی که عمل را بالکل ترک کند کافر است. در نزد ابو حنیفه کافر است. اما مرجعه الغلاة گفتند که عمل از ایمان نیست و کسی که عمل را بالکل ترک کند، یعنی پایبند فرمانهای الله و رسولش نباشد، هم مسلمان است. و این چنین انسان ها را سلف این امت تکفیر کردند، زیرا که اینها اصل ریشه اسلام را ندارد. و نظر بکنید این چنین براءت از شرک و مشرکین. براءت از شرک، بسیاری انسان ها لا اله الا الله گفتند، تسلیم به توحید شدند و پابرجا بر عمل هستند، نمازهای زیاد میخوانند، تهجد و این و آن و بالاخره ذکر و حج و زکات، اما براءت از شرک نکردند. شب و روز دعا از غیر الله، سجده به غیر الله و ذبح به غیر الله قسما، و قسم دیگری حکم به غیر الله، مراجعت به محکمه های طاغوتی غیر الله، اطاعت به غیر الله، اما خودشون رو باز مسلمان میگن. پس اینجا باید ببینیم که شرک هم معروف شده در بین امت اسلام که فقط شرک سجده یا که شرک رکوع و ذبح است. اما بدونید که علمای اهل سنت و الجماعت به مانند شیخ حمود ابن عقله شعیبی و این ابن باز یا که علی ابن خضیر الخضیر یا که شیخ کعود میگن که یا که شیخ در کتاب اضواء البیان تفسیر قرآن، شیخ محمد امین الشنقیطی رحمه الله صاحب کتاب مذکر فی اصول الفقه و تفسیرشون معروف است که اضواء البیان میگن که بارک الله فیکم، هیچ فرق بین شرک عبادت و شرک حکم وجود ندارد. هر کسی که سجده به غیر الله میکند و هر کسی که حکم به غیر الله میکند و هر کسی که مراجعت به محکمه طاغوتی غیر الله، هر سهش یک نمود مشرک است. بلی مثل الشرك في القصور. بله بارك الله فيكم. فعلا جزاك الله خيرا شیخ ابو محمد، بسیار مقبول تشریح دادین. امو دوستان انشاءالله گرچه راجع به حقیقت اسلام ما برنامه داریم که زیادی دوستا معنای اسلام را نمیفهمن، قسمی که شیخ تشریح دادن دين الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. جزاكم الله خيرا شیخ صاحب تشریح دادن. و دوستان انشاءالله سوالاتی داشته باشم، بعدا باز یک دو سوال دیگه است بعضی دوستا پرسیدن، انشاءالله خدمت شما بعدا عرض کنم. یوسف برادر محترم مهربانی. شیخنا من کتاب السنه و اعتقاد دین و علاقات گوش میکنم. در یک جای یاد کردیم که امام احمد رحمت الله علیه خلیفه زمانه که میگفت که مامون هارون رشید میگن، مامون هارون رشید میگفت که امی قرآن چیز است، مخلوق است، گفتی تکفیر کرده. باز همونجا جای کتاب نگفته، گفته کم کتاب است. من میخواستم بپرسم کنم، گفتم کتاب اگر نامش بگوین یا حالا من به شما بر روی صفحه میارم یک لحظه. البته این یک کتاب نیست، یک رساله هست. یک لحظه انشاءالله شخص تا وقت تو را در روی صفحه میارم. دیگه سوال نداری یوسف برادر؟ یک سوال دیگه هم داشتم، باز خیر باش برادر محمد میگونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. می سوال این برادر جواب بده انشاءالله محمد برادر. شیخ صفحه سیاه شد، دوباره اگر چیز بکنی. امیر با من بفرستین در چیز. بعضا مشکلی اینجا چی به وقوع میفهمد؟ اینترنت کمی بعده. صدای من هست شیخ؟ صدای شما هست.
خب شیخ صاحب صدای من رو میشنوین؟ صدای شما را دارم، بله صدا هست. بارک الله فیک. الان صفحه روی چی برآمده؟ صفحه کتاب روی بله بله شیخ شما امیر. میای و میره حالا خوب است، حالا معلوم میشه بله مگه خوب است. بسیار پس رو اینترنت مشکل اینترنت نمایان سبحان الله. الان میبینم کمی کامپیوتر من مشکلی دارد، کمی ضعیف است والله اعلم. فکر میکنم خیر امور را به من بفرستید، من اینجا چیز میکنم ان شاء الله. به من بفرستید در چیز. من این فرستادن من هم مشکل است. خب خیر ان شاء الله چیز امو آدرس بتین ان شاء الله کفایت. بله شیخ خالد ابن المرض الغامدی یک رساله نوشته. رسالهش نام رساله ببینید یک دو سه صفحه است. رده مأمون و آیا احمد ابن حنبل رحمه الله مأمون را تکفیر کرده یا نکرده؟ زیرا که اهل ارجاع یا که کسانی که هستن میگن که نه تکفیر نکرده. الان بله مشاهده میکنین نه؟ بله 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 ببینید قول المأمون بتحقیق ردة المأمون. قول المأمون بتحقق ردة المأمون یعنی قول معتمد در تحقیق رده مأمون. و شروع میکنند، البته اینجا بسیار سخنها زیاد است. و تحقیق القلب في المسألة من عدة اوجه. از حقیقت مأمون بیان میکنند. ونقل الإجماع على كفرهم جماعة منهم اللالكائي، ونقل قول أكثر من 500 عالم صرحوا بكفر الجهمية بل وتكفيرهم من لم يكفر الجهمية. يعني سخني لالكائي رو نقل میکنند شرح كتاب شرح السنة. بل إن السلف رحمه الله كفروا من لم يكفر الجهمية. الرابع إنه لم يثبت أن الإمام أحمد أنه لم يكفر المأمون أو حكم بإسلامه، بل النصوص المنقولة عنه تثبت التكفير لا عدم. ومن زعم خلاف ذلك فليأتي بنقل صريح أن له روايات تثبت تكفيره وأنه عدو لله وليس بمأمون ومنها. يعني در اینجا 7 روایت می آورند از امام احمد بن حنبل. احکام السلطانیه ابو یعلا صفحه 20 كان لا مأمون میگن و در احکام السلطانیه صفحه 20 اینچین میگن که و ای بلاء كان اكبر من الذي احدث عدو الله وعدو الاسلام من اماته السنه. عدو الله و عدو السنه یعنی دشمن الله و دشمن سنه که چرا سنت رو نابود کرد. و در دوامش اینجا قصه رو ذکر میکنن که ببینیم انا نمیجه سيومش من ذكر مكان. ولما قال السلطان ولي المرأة التي لا ولي لها قيل له تقول السلطان ونحن على ما ترى اليوم. أنا لا أقول على ما نرى، إنما قلت السلطان الأحكام السلطانية. یک انسان گفت که هر کسی که ولی نداشته باشد ولی و سلطان است. و او گفتن که محمد امروز تو ولی الامر میگوی در حالتی که میبینی که حالتی ما چطور است، یعنی این ولی الامر نیست. یعنی اگر مسلمان میبود ولی الامر بود، پس مسلمان نیست. حنبل در ولایت واسق میگن که اجتمع فقهاء بغداد الى ابي عبد الله وقالوا هذا امر قد تفاقم وفشع تشاورك في أنا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه فقال عليكم نكره بقلوبكم ولا تنزعوا يدا من تولة شعاص المسلمين الأحكام السلطانية. البته در باره واثق بالله در مأمون رو تکفیر کرده بودن، میگه اما واثق رو تکفیر نکرده بودن. این سخن علما و تحقیق علما. جزاک الله خیر. مصدری با قویش تکفیر امام احمد مأمون رو در سنة الخلال مجله 5 صفحه الخلال سنة خلال این یکی از علمای سلف مجله 5 صفحه 95 هم ذکر شده است. اون وجا آدرس بگیرین. جزاک الله خیرا شیخ مدنی. اینجا من میخوام شیخ ابو عمر اگر اجازه بدید همین کلمه صریح رو ذکر بکنم. همینجا من همین رو میخواستم اجازه بدید. اینجا میگن که قیل لامام احمد انهم مروا بطرطوس بقبر رجل فقال اهل الطرطوس الكافر لا رحمه الله. یعنی به امام احمد ابن حنبل گفتن که اونها گذشت کردن به قبری که در طرطوس بود. در طرطوس معروف است که قبری که بود قبر مأمون بود.
یعنی قبر مامون رو به کنایه گفتند از سبب ترس و خلافت و اینا. وقتی که میگذشتن مردم میگفتند که کافر است الله رحمتش نکند گفته میگذشتن. فقال ابو عبدالله کی است؟ احمد ابن حنبل گفت نعم فلا رحمه الله، بله ما هم همون سخنی مردم به موافقیم الله رحمتش نکند. الذي اسس هذا وجاء بهذا والمقصود به المأمون فهو الذي قبره بطرطوس وهو الذي اسس مذهب الجهميه وجاء بالقول بخلق القرآن. انا این است باز خانهای احمد ابن حنبل در این مسئله معروف است. بارک الله فیک. جزاک الله خیرا، احسن الجزا. یوسف برادر آدرس هم برات دادن، ان شاء الله من چندین کتاب دیگه هست ان شاء الله ور خدمت شما باز من ارائه میکنم. پیدا کردم یوسف برادر. جزاک الله خیر. جزاک الله خیر. یک سوال آخری بود که بیشتر شیخ ابو محمد یاد کرد که در این محکمه که استیز کنی شرک میان. میخوام به این صورت مثلا مردم که در غرب زندگی میکنه یک مشکلات میافته یا دیگه، مثلا چند وقت پیش یک مشکل یک برادر پیدا کرده بود که او باید همو فامیلی بود که باز چی شد که چیز میشد که همون نفر که مشکل فامیلی داشت اعلان نمیداد، اما خلا نمیداد یا طلاق نمیداد. باز اگه تو گفتش که پلیس زنگ ده یا کار دیگر کو، گفتم دمی بس یکم تو علما میگن که یکم درس میخونم که میگه در جای مجبوری میگه میتونی چیز کنی، مجبوری که مثلا دیگر راه نیست. گفتم دیگه امی چی حساب است مجبور باشی چیز. جزاک الله خیرا. شخص بارز معذرت امین من جواب بدم به سوالی برادر. من سوال رو خود متوجه هم نشدم، نفهمیدم. از این جهت خود شما اولاد شیخ بفرمایید. نه سوال اینها از است که مثلا در محکمه که در اروپا هست در اینجا مثلا که زن و مرد با هم درگیر میشن، مثلا اوجا میرن قضیه را میبرن بر بر پلیس شکایت میکنن. این قضایا در نزد من بسیار زیاد آمده، بسیار زیاد. الله عزوجل توفیق عمل نصیب بکنه. آقای یوسف برادر بزرگوار، اینطور است که توصیه من برای تمام برادران و خواهران امی بوده که هیچ وقت شما قضیه را به پلیس نبرید، چرا که الحمدلله در هر مناطقی که ما شما زندگی میکنیم در اروپا در اونجا حتمی یک مسجدی وجود داره. قبول کنید که آقا بیشتر از 10 فامیل با ما زنگ زدن امی قضایای دو الحمدلله به خوبی حل شد. ما خود ما میره حل کردیم. حتی برادری که اموجه هست میشناسین یوسف برادر، اونا هم یک مشکلات داشتن به ما گفتن امی قضیه را گفت. ما براشون گفتم واجد ضرور نیست که شما برین به محکمه از رجوع بکنین. قضیه الحمدلله این در بین برادرها حل شد و این قضیه حل میشه. و متاسفانه بعضی خانم ها بسیار عجله میکنن و پلیس زنگ میزنن و مشکل برای اولاداشان خلق میشن، مشکل به شوهرشان، حتی مشکل به خودشان. یکی ما طفلایشان میبرن. حتی یک فامیل فلسطینی بودن، زن و شوهر درگیر شدن، بعدن پلیس زنگ زدن، آمد 4 تا طفل بود از پیششان بود و پدر و مادرشان زندان کردن. این مشکلات ها رخ میدن. به خاطر همیست که الله جل رحم بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و الى اخر الايه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قصه بسیار مشهور است. الله جل رسول الله میگه آیا ای رسول الله آیا تو ندیدی و شخصی که گمان میکنه که آنچه که بر تو نازل شده آنچه که پیش از تو نازل شده ایمان آوردن، ولی میخوان که امو حکم را به طاغوت و حکام سرکش ببرن، یعنی با اونا دستور داده شده با او کفر بیاوردن. یعنی بر صورت دلایل بسیار مستحکم ما شما در قرآن داریم. یعنی در باب احتیاط کوشش بکنن که گپ در اینجا نکشن، بسیار زیاد مخیر باشن. او استثناست. مثلا بعضی شیوخی را چیز کردن که مثلا که گپ که بیخی نزاع که بسیار زیاد بالا بکشه و گپ در جنگ و دعوا شوه، او استثناست دیگه. بگو نگی او خبر میشه خودی اونا، او استثناست. اما عملا این کار صورت نگیره بهتر است. جزاکم الله خیرا. آقای محمد مهربانی بکنید. بازم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه ما از شیخ صاحب یک سوال داشتم دیگه من نفهمیدم.
بحث استاد مبشر مسلمیان و ایره هر دوشون بر ما معتبر است، هر دوشون عالم است، هر دوشون فهم و درک و استعدادشون از ما قد عالی و اعلاست. دیگه اینمی که مثال یک انسان که نمیدونه حجت برش نمیرسه میره در قبر سجده میکنه، آیا این کافر میشه، این مرتد میشه؟ میشه یک کمک راجع به این برام معلومات بده. دوم دیگه ای کاش که یک ذره وقتر بیایی به حساب افغانستان، حالا کل مردم خواب است، حالا پس روز میشه، یک کمک وقتر بیایی که محمد برادر محترم، بارز معذرت مردم با این یک استثنایی، برای یک استثنایی بود شیخ. ما لایف درس داشتم، یک صحبتی داشتیم، ما گفتم با دوستا باشم، باز بعدن شیخ به من زنگ زد، گفتم بیا که از شیخ استفاده بکنیم، اونا رو هم در استودیو خواستم. یک تصادفی شد، یک کدام برنامه ریزی نشده بود. اگر سوالی دارین شیخ انتظار است ان شاء الله جوابتان بدم. من سوال کردم گفتم یعنی می چه رقم است یک انسان براش حجت نمیرسه در حساب در خبر سجده میکنه یا چی میکنه، این برش چی از دین خارج میشه، این چه رقمی هستن؟ خب بر صورت سبا ما ساعت 8 بجه راجع به این موضوع ما درس داریم. شیخ سوال از اونایی است که یک شخصی که به قبر سجده میکنه میره اما اصلش اسلام است، یعنی حکم ازی چی است؟ یعنی منظور شما میز دیگه؟ بله. مثلا یک صوفی مثلا قبر پرست میره در قبر از او مدد میخواه، استغاثه میکنه، یعنی حکم ازی چیز در اسلام منظورتان همیست؟ بله کوتاه مختصر. ان شاء الله. یعنی شیخ صاحب جواب مهربانی کنین شیخ صاحب، بسیار اختصار جواب بدین که شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. این خیلی انسان کافر است، مشرک است، کافر است، اسم رو میگیرد. اسم همین است که کل من وقع فی شرک وقع الشرک علیه. هر کسی که شرک اکبر رو انجام میدهد اسم شرک به بالای وی گذاشته می شود. پس این مشرک است، کافر است. اما از سببی اگر جهلش جهل شرعی معتبری حقیقی باشد، البته که خون مالش رو حرام میکند، خون مالش حرام است و بعد از این در روز قیامت این انسان البته امتحان می شود اگر جهلش جهلی شرعی معتبر باشد. و این با آیات قرآن و با حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله است. مثلا سوره مؤمنون آیه 17 رو ببینید. الله سبحانه و تعالی میگه که الذين يدعون من دونه، سوره مؤمنون آیه 17 ان الذين يدعون لا برهان دومیت لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. یعنی هر کسی که غیر الله را عبادت میکند، این در آخر الله چی میگه؟ برهان ندارد، این یک حجت ندارد، از سبب جهل است و غیر جهل الله را عبادت میکند، این انسان کافر است و الله کافران را نجات نمیدهد. و غیر از این آیات های زیاد و احادیث های زیادی که در قرآن هست بیان میکند که هر کسی که جاهلانه شرک اکبر و کفر اکبر را انجام بدهد هم این چیست؟ مشرک و کافر گفته میشه. سوره شخص سوره مؤمنون آیه چند است؟ 117. خب 117. بله. تشکر زیاد. دیگه یک سوال جواب دیگه هم هست، باز ان شاء الله خداحافظی میکنیم، وقت خوب و خوش داشته باشید. شیخ صاحب در برنامه‌های مبشر مسلمیار که شما حاضر میشه یک سوال یک جواب، یک سوال یک جواب. و شو دیگه من لایفتون رو تعقیب میکردیم، نتونستیم در لایفتون داخل شون، در لایف استاد مبشر مسلمیار دیگه ما چون 10 دانه سوال قطار کردی، 15 دانه قطار کردی، دیگه نام خدا به تو زمزمیت عالی و اعلاست دیگه. شاید فهم و درکتون عالی و اعلا باشه. دو نفره که مثلا دو تا استاد باشه، باز آدم تفکیک میکنه که حق باطل معلوم میشه دیگه. پروردگار از ما و شما رضا و راضی باشه. کل ما و شما خواست الله را میخوایم، رضایت الله را میخوایم که الله متعال از ما و شما رضا و راضی باشه. هیچ کس نمیخواد که مثلا اعمالش باطل شوه، هیچ کس نمیخواد که در روز آخرت اعمال نامیش در دست چپش داده شوه. کل ما و شما کوشش ما و شما این است که الله رضایت الله را به دست بیاریم دیگه. خوش و خندان و سربلند و سرفراز باشی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. کل ما و شما اجر دنیا و آخرت نصیب بگردانه. الله متعال از ما و شما رضا و راضی باشه دیگه. باور بکو که در کشورهای اسلامی به خصوص هیچ یک قانون خدا در هیچ کشور در سرزمین خدا، هیچ کشور قانون خدا در سرزمین خدا پیاده نشده. چی در تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، حتی شاید تو برات بگم که 50% در عربستان باشه یا نباشه، دیگه کشورها را خودی میکنی. مثال پاکستان دیگه
کل ما و شما رضایت الله را میخواهیم. خوش و خندان و سربلند و سرفراز موفق باشید. باشین آقای السلام محمد. علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله فردا شب آقای محمد، فردا شب ساعت 8 بجه انشالله تشریف بیارید. یک چیز دیگر را بگویم استاد عمر برادر، استاد بگویم امی لینکش همو کی نیست، نورستانی اساس می پایین کلیک میکنه 100 مردم در سر میتی این نمیشه داخل آمده. چی میگن؟ من همین دوستایی که برادر کاپیتان زاده و دیگر برادر ابو صلوات آصف نظری کوتام برادر که من لینک پایین میذارم، شما لطفا امیر کپی کرده دوباره در امی صفحه دعوتگران پرتینگر، چون من میندازم نمیفهم چرا این لینک نه امور که پینگ کنی پینگ میگن یک چیز پینگ میگن همون جلبجوش که باشه دو موسرش کلیک کنه دیگه برنامه آدم میتونه راحت داخل استودیو بیاد. از شما ما چیم چیز سیستم است رقم است دیگه. امی بسیار به نظر من که مثال یگان انتقادات بسیار جزئی است ان شاء الله اینا بپذیرید. خب این حال میتونه حالا شاید امی کار کردم شاید بهتر شود. جزاک الله خیرا. تشکر برادر محترم آقای محمد. سربلند سرفراز باشید. موفق باشین. والله الله شما را با عزت داشته باشه. جزاکم الله خیرا. آقای ابو مختار برادر بزرگوار، برادر نهایت مهربان، ان شاء الله خوش آمدین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله که دارای صحت باشین برادر. سلامت باشی، زنده باشی. تشکر و استاد المدنی عزیز. السلام علیکم و رحمت الله. امید است که جور و صحتمند باشی. جزاک الله خیر برادر. بارک الله فیک. بارک الله فیک. خیلی خوشحال هستم که با شما هم کلام هستم. موضوع برنامه تان دیگه از اول وارد نشدم، پس آن در میانه های برنامه آمدم. خیلی خوب بود که بر سر توحید بحث سوال و جواب صورت گرفت. یک سوالی که برای من پیش آمده بود و سالها پیش به اصطلاح وقتایی که ما دم خرافات بودیم دیگه، طبیعتا دیگه علم و رسانه و فضای مجازی باعث روشن شدن ما شد، از خرافات دست برداشتیم. الحمدلله. چون که ما مردم که از خورترکی که دیگه قرآن و به اصطلاح 5 کتاب میخوانند، در منطقه ما 4 کتاب یا 5 کتاب میگن، حافظ میخوانند، بعد به علم میخوانند، بعد قدوری، شروط صلات و قدوری و بعد همین چیزها را میخوانند دیگه. بعضیا به این مرحله هم نرسیده، در سن کودکی مهاجرت میکنن از تنگ دستی و به اصطلاح فقر به سمت کشوری بنیانگذار شرک بگم ایران دیگه با اوجا مختار برادر براتان بگویم که طرف شیخ هم خیلی نوقت است و یک ذره ما مصروف هستیم، شاید یک 10 دقیقه بیش ما نباشیم. باید من لایف قطع بکنم، گرچه باید من نیم ساعت پیش را قطع میکردم، یک گپ طولانی شد. برز و معذرت. ان شاء الله فردا مختار برادر یادتان نره که باز من براتون ان شاء الله پسان با نمبر روان میکنم که چیز ما تغییر کرده و چیز است. فردا شب ساعت 8 بجه ما پروگرام داریم، باز بین طولانی صحبت بکنیم ان شاء الله. باز دیگه می سوری در خدمت شماست. خیلی تشکر. واتساپ بعد نمبر با ما به زحمت روی فقط مثلا کوتاه ما میگم میرم مزاحمتان نمیشم. در مورد امی کتاب دیدن استاد مدنی عزیز یا استاد ابو عمر عزیز، اگه بتونین یک معلومات بدین، کتاب میبینن تعویض نویسا دیگه یک نوع غیب گفتن میشه و این مسئلهش چی رقم است و اینا چی تفسیر دارین شما از این؟ خود در این باره هم صحبت زیاد کردیم دمی چیز الله عزوجل. اما یک قصه بکنم براتون. کسی پیش هندو رفته بود که کفشناسی بکنه و هندو هم دیگه همو تیره میره تیره گفته برای ما همو فرعون و هامان هم میره خوانده و چیز کرده و همو چیزی که برای غیب گویی کرده. بعضی همی در آینده می کار شده، میگه او هندو چقدر علم داشته سیکو، میگه یعنی این قواخ پیش دما گفته بود همین کار نمی وقت شد. یعنی الله جل رحم بکنه، بعضی قسمی انسان ها هست، الله توفیق هم نصیب بکنه ان شاء الله. رجب این موضوع ان شاء الله مسلمان ها میکارن میگن کتاب میبینن استاد ابو. این حدیث است. رسول الله صلی الله علیه و مهربانی میکنن کسی که پیش فالبین میره و غیب را بر ازو میگوید آنچه که بر محمد نازل شده کافر است. این حدیث صریح است. فقط کفر بما انزل علی محمد. علی با خلاص صریح حدیث است دیگه در این باره.
بسیار خوب، انشاءالله فردا شب مزاحمتان میشم. جزاک الله خیرا. الله شما رو با عزت داشته باشه. من رای کردم با شما، چیز براتون رای کردم. آمد. تشکر. آقای استاید متعال مظلومی رکا خوش کردنس. السلام علیکم و رحمت الله. خوش بودین. یک سلام بسیار ویژه به برادر ابو محمد مدنی، شیخ صاحب محترم. امیدوار هستم که خوب صحت سلامت بوده باشین. من حقیقتا سوال های زیادی دارم، چون وقت شما کم دارین. فردا شب انشالله دوباره بحث خواهیم کرد، ادامه خواهیم داد. در صفحه اینستاگرام شما که وقتی که من داخل شدم مطالعه کردم، الحمدلله ثم الحمدلله، ما حقیقتا اعتراف میکنیم علمیت ما قدر نیست که مثل شما تحصیل کرده مدینه منوره در اونجا باشیم. ما به شما نهایت احترام را داریم. با این همه سوال ما در اینجا هست که با یکی از ملاها وقتی که صحبت کردین، ملای افغانستانی بود، در صفحه اینستاگرامتان محمود صحبت‌های شما را دیدم. در اینجا برادر ابو محمد مدنی شما به اونها مشرک گفتین. حقیقتا من در اینجا تعجب کردم که چرا صراحتا مشرک گفتین. یکی دیگر هم گپ طاغوت هست. شما همین طاغوت را دیشب یا چند شب پیش با برادر مسلمیار صحبت کردین و از شما سوال شد که همین حکومت تاجیکستان و حکومت افغانستان را چگونه میبینین و شما صراحتا به اونها اعلام کردین که اونها همگی طاغوت هست و کافر هستن. ما فقط انشاءالله فردا شب انشاءالله بحث را ادامه خواهیم داد. من همین را میخواستم بگم، موضوع عذر به جهل است. وقتی که موضوع عذر به جهل باشد بذارین سردمدارانشان و همو صاحبان حکومت که رئیس جمهورهایشان است میتونیم اونها را طاغوت بگیم، ولی اساکری که در خدمت اونها هستن اونها را هم طاغوت و یا اینکه کافر گفته می شود. آیا اونها عذر به جهل ندارن؟ انشالله موضوع فردا شب هست. انشالله ما در خدمت خواهیم و سوالات خود را ذکر خواهیم کرد و از شما میشنویم انشالله. جزاک الله خیرا. انشالله که باز طولانی میشه، انشالله باز فردا شب باذن الله باز سوالا را شیخ. بارک الله فیکم. من میخوام با صحبت برادری که اینجا کمی صحبت کردن یک دو نکته رو ذکر بکنم. اولا اگر اجازه بدید، بله، مسئله اینجاست که بله او کسی که شما میگین او محمد جاوید سیفی صوفی هست و این یک قسمی از صحبت رو دیدید. او همراه ما در مسئله استغاثه کردن به غیر الله صحبت کرده و او اعتقادش واضح هست، در یوتیوب هم عقیدهش وجود دارد که میگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم شفاعت طلبیدن و استغاثه کردن جایز است. و من میدونم که همچون یک طالب علم برای من واجب است. خیلی که دیروز سخن ابو محمد البربهاری از کتاب شرح السنه صفحه 49 رو بیان کردیم، وجب علیک ان تخرج من الاسلام. واجب است. البته تکفیر رو حالا مردم باید بیاموزند. تکفیر هم اصل دارد و فرع دارد. اصل تکفیر اعتقادی است، اما به زبان گرفتنش در حالت قدرت واجب است. کسی که در حالت قدرت به زبان نمیگیرد این کم مخالفت به واجبیت کرده. از همین جهت برای تعلیم دادن همچنین برادرهایی که در تاجیکستان مخلصای زیاد این محمد جاوید از اهل تصوف صوفی دارد و برای کسانی که جاهل هستند ما بیان کردیم مشرک بودن او را. و هر کسی که همچنین عقیده محمد جاوید صوفی را دارد بار دیگر گشته و برگشته مشرکش میگه و این دین ما هست و این یگان مشکلی ندارد. الله سبحانه و تعالی بیان کرده قل یا ایها الکافرون، کافر باید کافر گفته شد. این بدون حجت نبود، این حجت داشت و به حجت است، زیرا که بدون یقین از هوا و هوس کسی را تکفیر کردن البته جایز نیست و حرام است. اما در مسئله این که شما گفتید آیا حکومتی که به حکم غیر الله حکم کنه رئیس جمهورش خیر طاغوت است و کافر است، لشکرش چی؟ لشکرش کافر است. لشکری که اطاعت مطلق میکند از یک جهت، از چند جهت، از جهت اطاعت این خودش عبادت است و شرک ما اطاعت داریم، شرک انقیاد داریم، شرک بارک الله فیکم متابعت داریم. و بعد از این الله سبحانه و تعالی میگه که الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. بل اونها که ایمان آوردن در سبیل الله میجنگند، اونهایی که کافر شدن در سبیل طاغوت و بزید اسلام میجنگند و این چنین دلیل ها زیاد است. و دیگر من به شما مختصرا میگم که فتوای ابن تیمیه رحمه الله در لشکری نسبتی لشکری چنگیزخان نظر بکنید. اینجا شیخ ابو عمر یک دو دقیقه دیگر وقت شما رو میگیرم که برای فتوا رو معین کردن. نام فتوا فتوا المردین هست.
یا که فتوا ماردین میگن. به گوگل زنید، خیلی که بسیاری از گوگل میبینند، مشاهده بکنید و قرائت بکنید که شیخ ابن تیمیه رحمه الله چی میگه. چینگیز خان وقتی که نبیره های چینگیز خان، فرزند چینگیز خان و نبیره هایش وقتی که عراق را، البته خراسان، منطقه من و شما، ایران، آسیای مرکزی و این چنین ترک و قسمی از شام و قسمی از عراق یا همه عراق را به زیر تصرفی همون وقتی ببینیم دولت مغولی تتاری در آورده بود، نبیره های چینگیز خان. اما ببینید که همین نبیره های چینگیز خانی که این منطقه بزرگ را حکم فرما بود، از قسم اسلام هم یعنی سرزمین اسلام را حکم کرد، اینها مسلمان شده بود. نبیره های چینگیز خان مسلمان بود، نماز جمعه میخوند، نماز 5 وقته به وجود داشت و بسیاری قسم از لشکر چینگیز خانی که در سرزمین مسلمان ها بود خودی مسلمان ها بودند. در عراق و در شام وقتی که چینگیز خان این منطقه را گرفت، لشکر چینگیز خان خودی عراقی ها مسلمان ها و خودی شامی ها مسلمان ها بودند، نماز میخوندن 5 وقت. از همین جهت اشعری ها و ماتریدی ها و صوفی ها با چینگیز خان جنگ نکردن، گفتن چینگیز خان که ما نبیره های چینگیز خان جنگ کردن نمیتونیم. اما بارک الله فیکم ابن تیمیه رحمه الله آمدن و اثبات کردند که هر حاکمی که به حکم غیر الله حکم کند، که چینگیز خان حکمش حکم الیاسق بود، یعنی هم از اسلام گرفته شده، هم از یهودیت و نصرانیت و هم از فکر و اندیشه های خودی همون مغول ها گرفته شده بود. گفتند این حکم به اجماع این حکومت کافری دارالکفر است، حاکمش کافر است گرچنده که نماز جمعه میخواند و لشکری که به همین پیوست کرده مرتد است. و حتی ابن تیمیه میگن که لو رأیتمونی انا معهم، یعنی اگر مرا دیدید که من با همراه تتر هستم و فوق رأس قرآن و در بالای سرم قرآن گرفته هستم، فقتلونی، مرا بکشیدن شما. و در فتوای دیگرشون گفتن من جمزه، هر کسی که آمیخته شود به لشکری تنمون چینگیز خان فهو مرتد، این مرتد است. پس لشکر حکمش همین است. بارک الله فیکم. و دیگر همو در البدایه و النهایه ابن کثیر رحمت الله علیه بسیار معروف است. یاسق امیر یا پادشاه عراق بود، بعدنی یک قانونی را از یهود گرفت، یک قانون هم از نصارا گرفت و یک قانون هم از خودش ساخت که اینا خفه نشن و بعدن گفت که خیلی بگذارین که همی از مسلمانان قانون بگیریم که همی 4 قانون یک جا شوه ناراحت نشن. بعدن اینها را خواست از مسلمانان را گفت که شما چی نظر دارین؟ ما یک قانون از یهود هم گرفتیم و از نصارا هم گرفتیم و از خودم هم. گفت شما چی نظر؟ گفت ما یک شیخ داریم به نام حفید ابن کثیر، گفت ما میریم از او سوال میکنیم. رفت از او سوال کرد، گفت یک قسم جریان است، گفت کسی که در این حکومت کار میکنه کافر، 10 کفر ذکر میکنه. در این حکومت کسی که ایره تقویه میکنه کافر، کسی که امضا میکنه کافر، چرا که اینا شرک در عبادت است، بسیار خطرناک است. چرا که ما اکثری علما شرک در حاکمیت بیان نمیکنن، مشکل در اینجا هست. بارک الله فیک اخی الکریم. زنده باشین. خیلی ممنون هستم برادر ابو محمد. واقعا ما وقتتان دوست ندارم بگیرم، وعده خلاف میشم. زنده باشین. فقط یک سوال خیلی کوتاه، خیلی جواب کوتاه هم برای من بدن که من امشب راحت خواب کنم. شیخ ابو محمد مدنی صاحب محترم، سوال ما از شما هست که علمای سلف، امی امامان فقهی ما را، یعنی 4 امامی که داریم، اینها را به عنوان علمای سلف میدانید یا نمیدانید؟ بارک الله فیکم. اینو نور چشم ما هستند، تاج سر ما هستند، اینها علمای سلف هستند. بارک الله فیکم. ان شاء الله شیخ یادتان نره که ما فردا ان شاء الله از 4 ائمه اربعه راجع مسائل عذر بالجهل بسیار دلایل می داشته باشیم. اینا نور چشم ما هستند ان شاء الله. حتمی از قاضی صاحب ابو یوسف، از محمد حسن شیبانی رحمه الله علیهم اجمعین و اینا بزرگوارای دین بودن، از شاه ولی الله دهلوی و دیگر علمای خیلی پیشتازی، مولا علی قاری رحمه الله. ان شاء الله از اینا ما دلایل می داشته باشیم. ابو عمر در این مسئله 4 مذهب شیخ عبدالله ابن محمد ابن عبدالوهاب کتاب نوشتن، کلمات نافعه فی مکفرات الواقعه، و مذهب ابو حنیفه را ذکر کردن که یکی از قوی ترین مذهب در مسئله سختگیری در بالای شرک و کفر داره. بله واقعا معروف. بله ابو حنیفه آشکار واضح در مسئله جهل و عذر نبودنش دارند و به سند از ذکر شده در کتاب سیاست شیخ یعقوب ابن ابراهیم ابو یوسف، اولین تلمیذ شیخ ابو حنیفه رحمه الله. اینا رو قبول داریم.
همه علمای اهل سنت رو قبول داریم. آقای مظلوم، به خاطر این پرسیدم که چون زیادی دلایلی که گفته می شود، استدلال هایی که گفته می شود یا از ابن باز است یا از شیخ ابن تیمیه است یا اینکه از محمد ابن عبدالله هست، از اینها ذکر می شود. به خاطر از این گفتم که اگر علمای سلف باشن چرا از امامان چهارگانه چرا دلایلی را ذکر نمی کنن که اکثریت مردم از اینها باید چیز میکنن، تقلید میکنن. به خاطر همون گفتم که چرا از اینها ذکر نمیکنن. برادری بزرگوار، الله شما را حفظ بکند و ایاکم. صحبت های ما با برادران تاجیک ما پیشنهاد شده است در مسئله عذر بالجهل، در رد به مدخلی ها و این چنین یک موضوع مستقل همچون کاملا ما در این مسئله شروع کردیم از قرآن و سنت و اجماع صحابه، اجماع ابوبکر صدیق، صحابه‌ای که همراه ابوبکر صدیق بودند، اجماع حضرت عمر و همراهشون که در مسئله مسیلمه کذاب بود و اجماع حضرت علی رضی الله عنه که او کسایی که علی رو گفتند که اله است، هم جاهل هم عالمش رو اونها چی کردند؟ تکفیر کردند. و این اجماع هست. یا اجماع تکفیر یک مسجدی که در کوفه به وجود داشت، عراق، عبدالله بن مسعود همه رو هم جاهل و غیر جاهل. و این مسئله رو ما ذکر میکنیم. ما اینجا تاسفمون همین است که صحبت ما در این مسئله به گوش شما شاید درس‌های تخصصی که درباره این هست، حلقه های درسی نرسیده. و بعد از این ما اجماع تابعین، تبع تابعین رو این چنین 4 مذهب رو ذکر کردیم و ان شاء الله چخیلی که شیخ ابو عمر حفظه الله ذکر کردن، روز آینده این مسئله شروع میشه در مدت اینجا بیان میکنیم. بله میشه صاحب، ما دمو چیزی که ما جور کردیم علاقات درسی در مورد عذر بالجهل در پنجم سعی کنین بیان اقوال علما و ائمه اهل سنت. متوجه هستین آقای مظلومیات؟ بله. سعی کنین بیان اقوال علما و ائمه اهل سنت راجع به عذر بالجهل. اینجا اگر متوجه باشید ذکر کردین. تشکر آقای سعید، بارک الله فیکم. زنده باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله. آقای علی توحیدی بزرگوار، خوش آمدید شما آقای توحیدی. بیا که نام باز ناراحت نشن. آقای توحیدی برادر خوش آمدید. گفتم باشه پیش از کوی سوال کنه که باش مامک سوال آخر اختم سی خواه میبره. مهربانی. گفتم شیخ ابو محمد، گفتم امی 73 فرقه که در امت پیغمبر صلی الله علیه و میه، گفتم یا دا فی النار که میرن یا خالدین فیها می باشن یا به این چی لحاظ است امی صحابه که یالا دادش سوال ما گرفتی یا نه؟ مثل مرجیه و امثال هم یا دیگه. بارک الله فیک برادر عزیزم. البته این حدیث است، تقریبا همه محدثین بجز صحیحین دیگر رو ذکر کردن، از معاویه و از غیر از صحابه و روایت دست در موطا و غیره در سنن و مسند که افترقت اليهود على 71 فرقه وافترقت النصارى على 72 فرقه وستفترق امتي على 73 فرقه كلهم في النار الا واحده ومن هم يا رسول الله؟ قال هم ما انا عليه واصحابي، وفي روايه هم الذين يصلحون الناس اذا فسدوا. بالعموم 73 فرقه از امت پیامبر صلی الله علیه و سلم میشد به علما با بولای 73 فرقه، یعنی دو قول دارن. قول اول این است که همش به جهنم خالیدن و یک فرقه اهل سنت و جماعت و کسایی که اهل بدعت باشند هم بدعتشون مکفر نباشد به جنت میرن. یک قولی که این قول رو والله اعلم بعضی از علما ضعیف میگن. قول دوم 73 فرقه هایی که اهل سنت و جماعت به جنت میروند، گویا که مباشر راست، اما این باقی مانده 72 فرقه دیگر به سبب بدعت هایی که مکفر نیست، بدعت هایشون که مکفر نیست، البته به جهنم به سبب بدعت داخل میشن، زیرا که بدعت این گناهی از گناهی کبیره وزن‌تر است و بعد از رفتن همون گناهشون به جنت وارد میشن. از همین جهت علما وقتی که به سلف نظر میکنید و به غیر متقدمین، انا همین جهمی ها رو و قدریه هایی که علم الله رو انکار میکنند و معتزله هایی که غلو کرده بودن در بعضی از مسائل بیرون میکنند از 73 فرقه. میگن که جهمی ها و رافضه ها از 73 فرقه نیست، امروزه رافضه ها و جهمی هایی که جهمی بن صفوان عقیده دارند، زیرا که اینها میگن بدعتشون بدعتی مکفره که بالعموم یعنی و مکفرات بسیار واقع شده و از 73 فرقه نیستند. والله اعلم. این دلالت یعنی جهنم در آمدن به مقدار بدعتشون و باز بیرون میشه اگر بدعت مکفره ظاهر نباشد. بارک الله فیک. جزاک الله خیر.
خب یوسف برادر، انشاءالله فردا شب باز زیاد گپ میزنیم. فردا باز تایم زیاد نداشته باشیم. دیگر چیزی گفتنی ندارین؟ نه، جزاک الله خیرا. ام درسای شیخ ابو محمد المدنی رو تعقیب میکنم در تلگرام. جزاک الله خیرا با استفادهتون و ان شاء الله که کم چیز کار داری باز به ابو عمر بگو، نمبر چه دارم، باز ان شاء الله گپ میزنیم ان شاء الله. جزاک الله خیرا. در پناه حق باشه. آقای علی توحیدی برادر بزرگوار، مهربانی کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز، علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر بزرگوار خوش آمدید. سلامت باشین، زنده باشین. یک سلام خاص به برادرم ابو محمد المدنی داشتم، همچنان به برادرم یوسف جان دیگه. جزاکم الله خیر. بسیار برنامه زیبا، مگر ما متاسفانه که وقت آمدیم دیگه، از اول نبودیم. بازم ان شاء الله تعالی مفید واقع شده. باز گوشتم بسیار مفید است. بعضی سوالا شده، شیخ صاحب بسیار جوابای معقولی دادن. ان شاء الله باز گوش کنیم. مهربانی. نور چشم ماست. هر برادری که مطابق قرآن و سنت، منهج قرآن و سنت رفتار کنه، نور چشم ماست. مطابق توحید، یک تاپرستی، ما نور چشم ماست. ما فقط وقت گرانبهای شما نمیگیرم. یک سوال داشتم که می فرق همی عذاب، یعنی عذاب اول فرقش میگیم، فرق بین مشرک و ملحد و کافر و منافق و زندیق چیست؟ فرق از یا چیست؟ و دومی که عذاب از یا در آخرت، یعنی اگر توبه نکنن عذاب کدام از یا بیشتر و زیادتر می شود؟ اینمی سوال برادرتون اگر جواب بدم. خب فرق بین منافق و زندیق چیست؟ زندیق و کافر و مشرک و منافق چیز فرق از یا، یعنی چی از فرق؟ کافر، منافق، زندیق و مشرک، 4 تا. مشرک. حالا دلتان است که ما را تعصب دمین بچرخانی. اما دیگه خلاصه ان شاء الله باز، یعنی اگر یا توبه نکنن، توبه در آخرت عذاب از یا از کدام گروه ازی زیادتر است؟ یعنی می سوال بسیار ان شاء الله خلاصه برادر ما خسته. بعضی علما طبقه بندی کردن، میگن طبقه بالا که است او بر جنت برای مؤمنین است، بعضی پایینتر که در وسط است میگه این کفار که در جهنم است، باز پایینتر از او جای منافقین است که اسفل درک من النار است که برای همیشه ماندگار هستند. چرا که منافق بدتر از کافر است. چرا که اسفل درک من النار گفته در قرآن، بسیار خطرناک است. ان شاء الله شخص اختصار کوتاه به می جواب بدین که وقت ما کم است. اولا برادر عزیز علی توحیدی را تشکر میکنیم که به خاطر الله سبحانه و تعالی دوستی خود را به ما بیان کردن و این زنده کردن سنت است که پیامبر گفتند وقتی که یک برادری موحد را دوست می‌داری خبرش بده که دوست می‌دارم. و این چنین ما میگیم که احبک الله الذی احببتنا فیه، اون اللهی که به خاطرش ما را دوست داشتید که این به خاطر الله و به خاطر توحید بود، شما را همین الله یکتا و تنها دوست بدارد. و جزاکم الله خیر به این اظهاری بارک الله فیکم محبت شما. اما در مسئله سوالی که شما دادید مختصری جواب ما همین است که کلمه کفر عموم است. کلمه کفر عموم است و در زیر کفر هم شرک و هم نفاق و هم زندیق وجود دارد. البته کلمه زندیق کلمه است که نه در قرآن و نه در سنت وجود ندارد، بلکه سلف این اومد استفاده بردند. اما کلمه ای که در قرآن و سنت استفاده برده شده کفر و شرک و نفاق، البته کفر کلمه عموم است که در درونش هم نفاق اکبری که در زمان رسول الله و در امروز هم وجود دارد یا که ردت و این چنین مشرک. بارک الله فیکم. بعضی از علما گفتند که کلمه مشرک و کافر هر دوش یک معنا دارد، اما والله اعلم قول راجح همین است، قول صحیح درست همین است که هر دو این کلمه رو الله از هم دیگر جدا فکر کرد. از همین جهت علما قاعده رو ذکر کردند که اذا اجتمع افترق و اذا افترق اجتمع. زمانی که هر دو این کلمه از هم دیگر جدا آید، کلمه کفر آید معنای شرک رو میدهد، کلمه شرک آید و کفر نآید معنای کفر رو هم میدهد. اما اگر در یک آیت یا حدیث یا که در یک جمله علما نوشته هم شرک و هم کفر پهلوی هم آید، شرک معنای خاص خود را دارد و کفر معنای خاص خود را دارد. اما کفر خیلی که گفتیم معنایش بزرگتر از شرک است، زیرا که شرک در درون کفر هست اما کفر در درون شرک نیست. از همین جهت هر یک شرک را کفر گفته میتوانید، اما هر یک کفر را شرک گفته نمیتوانید. بارک الله فیکم. از همین جهت گویا که عموم و خاص است، یعنی کلمه کفر عموم است و شرک از درون کفر یک جزئی کفر خصوص است. شرک یعنی خاص یک عبادت، یعنی عبادت رو به غیر الله انجام دادن است، اما شرک هر یک کاری که کفری است و شرکی هست به کفر واقع می شود. بارک الله فیکم. اما نفاق بارک الله فیکم، نفاق این یعنی ابطان
کفری و اظهار الاسلام، باطن کردن کفر در درون یعنی پنهان داشتن کفر و ظاهر کردن اسلام است. خیلی که منافقین در زمان پیامبر میکردن و البته این اکبر و اصغر دارد. خیلی که کفر اکبر کفر اصغر است، شرک اکبر و شرک اصغر، و این چنین نفاق اکبر و نفاق اصغر است. نفاق اکبر این کفر است و نفاق اصغر البته این کفر و شرک اکبر نیست. بعضی از علما گناه کبیره گفتند نفاق اصغر رو به مانند ریا و دروغی و غیره علامت های نفاق اصغر رو. بالاخره فرقش همین است که اگر اینها اکبر باشند، اینها توبه نکرده بمیرند جهنمی اند. خیلی که سوره نساء 48 به این دلالت میکرد که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. در این آیه اگر نظر کنید کلمه شرک اومد و کفر نفاق نامد، اما کفر نفاق هم به این داخل میشد. خیلی که قاعده رو گفتیم اذا اجتمع افترق و اذا افترق اجتمع. کلمه شرک اومد، هم کلمه ردة و هم کلمه کفر و هم کلمه نفاق. هر آدمی که کافر باشد و توبه نکرده بمیرد او خالد مخلدا فی النار است اگر به او حجت رسیده باشد. این رو خوب دقت بدید. یعنی به او یعنی یک حالتی باشد، جاهلی متمکن باشد، یعنی استفاده حق رو کرده یا دسترسی به حق داشته باشد و اما به اهمیتی بکند، خالد مخلدا فی النار است. اما اگر دسترسی به حق نداشته باشد، در این حالت البته در روز قیامت امتحان می شود. خیلی که الله میگه الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما هیچ کسی را عذاب ندیم تا حجت نرسد. وقتی که یک انسان جاهلانه شرک و کفر را انجام داد، این مشرک است، کافر است در این دنیا، اما در آخرت به این البته که الله حجت میرساند به واسطه امتحان. اما زندیق رو میگیم، زندیق رو سلف این امت استفاده کردن، در قرآن و سنت استفاده نشده است. به معنای بعضی از کافرها رو من باب کافر نگفتن، زندیق گفتن. زندیق رو علما میگن که همین معنای نفاق اکبر رو میده. معنای زندیق همین نفاق اکبر رو میده. بارک الله فیک. جزاک الله خیر. جزاکم الله خیر. جزاکم الله خیر برادر عزیزم. ماشاءالله چقدر تسلط بالا زبان فارسی و دری و تاجیکی دارید. الحمدلله افتخار ماست امشب. الگوی ماست الحمدلله. ان شاء الله که سوال حل شده باشه آقای توحیدی. بسیار جالب، بسیار عالی. الحمدلله. جزاکم الله خیر. منظور شیخ سبی بود که اموسی است ان الله لا یغفر ان یشرک به ای یشرک به. الله عزوجل یعنی شرک نه باشه، بعض از شرک هر گناه باشه الله جل میبخشه. چرا که الله سبحانه و تعالی مهربانی میکنن انه من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار و ما للظالمین من انصار. الله جل مهربانی میکنه. الله سبحانه و تعالی کسی که به الله شرک میورزه فقط حرم الله علیه حرام گردانیده. چرا علیه الجنه، جنت برش حرام گردانیده و در جهنم ماندگار است. الله عزوجل ظالمین را هیچ وقت کمک نمیکند. در اینجا ظالمین اینطور که چوب سوته را بگه بدوان که بزنی ظلم کرد کشتی. ظالم عبارت از شرک است، مثل که در سوره لقمان است ان الشرک لظلم عظیم. من الشرک ظلم بسیار بزرگی است. سبحان الله. جزاک الله خیرا آقای توحیدی. آقای ابو محمد خواهش شما یک 2 دقیقه صحبت بکن. آقای ابو محمد فقط 2 دقیقه زیاد که ما بیخی وقت ما چه شد باید ما فارغ شویم. آقای ابو محمد برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم شما و شیخ بزرگوار صحت و سلامت باشین. من زیاد وقت شما رو نمیگیرم به یک چیزی که ما اگرچه وقت آمدم در درس متوجه نشدم. شیخ بزرگوار بسیار خوب در مورد طاغوت صحبت کرد، اما انواع و اقسامش من متوجه نشدم. شاید در اول درس گفته باشن، اگر نگفته باشن که امور کوتاه و مختصر بیان کنن انواع و اقسام طاغوت را. دیگه چیزی گفتنی ندارم. جزاکم الله خیرا. مستفید شدیم از بحث شما. منظورتان از رؤوس طواغیت است دیگه؟ انواع و اقسام طاغوت. بله، امور رؤوس طواغیت. بله. شیخ صاحب را اختصار بکنین که وقت ما بسیار دقیق است. بارک الله فیک برادر ابو محمد حفظک الله و رعاک. بله، ما در صحبتمون عمومی که صحبت بود، یک صحبت تخصصی که نبود، ما بالعموم یعنی اهمیت این موضوع رو بیان کردیم. از همین جهت به انواع و به تقسیماتش داخل نشدیم. لیکن برای شما که درخواست کردید بیان میکنیم که رؤوس طواغیت شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب میگن رؤوس طواغیت 5، یعنی از همه اساس گذارهای طاغوت بگید، یا که بزرگان طاغوت 5 تاست. کسی که و من عبد و هو راض. اولا الابلیس لعنت الله علیه. ابلیس شیطان این از همه کلانترین طاغوت است که تمام طاغوت ها به زیر همین میرن. استاد طاغوت است. و من عبد و هو راض. کسی که عبادت کرده می شود و در همین عبادت شدن راضی است. و من دعا
الى عبادت نفسی. هر کسی که دعوت میکند دیگر انسان ها را به عبادت شدن نفسش، یعنی بیایید مرا عبادت بکنید، یا اشاره های به همین میکنه. و بعد از این در دانش میگن که هر کسی که به حکم غیر الله حکم میکند، هر کسی که به حکم غیر الله حکم میکند. بارک الله فیکم. انا این است یا که بگیم رؤسای طاغوت. اما نوهای طاغوت البته می شود طاغوتی که جاندار باشد، طاغوتی بیجان باشد، طاغوتی معنوی باشد. این نمودهای طاغوت است. طاغوت جاندار به مانند انسان ها، طاغوت بیجان به مانند مثلا قبر و به مانند سنگ و هیکل اینا طاغوت است. و طاغوت معنوی به مانند اینکه در فکر انسان ها به مانند امروز طاغوت معنوی ملی گرایی، مثلا قوم گرایی، یا که ابن قیم رحمه الله در زمانشون یکی از طاغوت ها رو طاغوت معنوی رو بیان میکردن در باب تعویل میگن امروز طاغوت شده میگن، یعنی به نام تعویل قرآن رو این طرف و اون طرف میکشن. بعضی از علما میگن که امروز طاغوت یکی از زمانه ما میگن مصلحه و مفسده شده، که شرک رو هم مصلحه میگن و جایز میگن و کفر رو هم مصلحه میگن و جایز میگن. یعنی این نمودهای طاغوت است که طاغوت هم از زنده و هم از جماد، یعنی خشک و بیجان، و هم از معنویات به وجود آمدنش ممکن است. بارک الله فیکم. یا طاغوت شدنش ممکن است. جزاک الله خیرا، احسن الجزا. ابو محمد برادر ان شاء الله راجع به ان شاء الله باز ما در درس ها باز گرچه خو در روز و تواقیت تفصیل ما صحبت کردیم، ان شاء الله باز در فردا ان شاء الله راجع به شیخ اگر دوستا سوال داشتن ان شاء الله با تفصیل بیان میکنم باذن الله سبحانه و تعالی. خب انجمن سحر بود، بله بیان کردن سحر. خب الاول الشيطان الداعي الى عباده غير الله، الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى، والثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، الرابع الذي يدعى على الغيب من دون الله، الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. جزاكم الله خيرا. تشکر از ابو محمد المدنی برادر بزرگوار، ابو محمد برادر و تمام برادرایی که در اینجا تشریف دارن. همه شما را به الله منان میسپارم. الله سبحانه و تعالی شما را حفظ بکنه، در پناه حق باشین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.